امیرالمومنین علیه السلام فرمود رب متنسکن ولا دین له. حدیث عجیبیه. چه افراد زیادی که خداوند رو عبادت میکنن، ظاهرشان دینی هست، ظاهر دیندار دارن، اما اینا دین ندارن. وقتی امیرالمومنین علیه السلام در احوالات آخرالزمان حرف میزند، حضرت میفرماید تخرج رایتون، در آخرالزمان پرچمی برافراشته خواهد شد، من ولد الحسین، پرچمی در آخرالزمان برافراشته خواهد شد که اون شخص از فرزندان ابی عبدالله هست، از فرزندان امام حسین هست. ببینید نسلش نسل حسینی هست، اما رفتار و مشی و منشش چیه؟ حضرت فرمود نسل از نسل حسین، اما رفتار بنی امیه، منش بنی امیه. لذا حضرت امیر ادامه داد، فرمود زمانی خواهد رسید، مردم حواستون باشه، اینا کلام مولا هست، فرمود زمانی خواهد رسید که دجال‌هایی ظهور خواهند کرد من ولد فاطمه، دجال‌هایی ظهور خواهند کرد که نسلشون از فاطمه زهراست. حدیث رو سید ابن طاووس رحمت الله علیه نقل کرده. فرمود شما در آخرالزمان دجال‌هایی خواهید دید برخلاف ما اهل بیتن، راه و روششون برخلاف ما اهل بیت است، اما از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، سادات هستن.